با درود به تمامی ملت شریف، شجاع، آگاه و مبارز ایران در داخل کشور عزیزمون و در سرتاسر دنیا. سوسن هستم از کلینیک نیو مایندست هیپنوسیس، Certified Consultant, Certified Hypnotist and Certified NLP Techniques. تمام این اطلاعات رو میتونید از بایوی من بخونید، وقتتون رو نمیگیرم. غرض از مزاحمت اینه که در این شرایط سخت و بحرانی که همه ما باهاش مواجه هستیم و در شرایطی که اولین حقوق بشری و انسانی از ایرانیان عزیز دریغ شده و ارتباطشون با خارج به خاطر اینترنت و یا گفت و شنودها گرفته شده، ما خیلی از مراجعه کنندگان رو داریم که با اخبار ضد و نقیضی که شنیده میشه و به خاطر بیخبری از خانواده هاشون دچار استرس، اضطراب، دلهره، نگرانی، تشویش خاطر، بیخوابی، پرخوری، کمخوری و ناتوانی از انجام کارهای روزانه دارن. کسانی که حتی انگیزه و میل زندگی ازشون گرفته میشه. ما به این نتیجه رسیدیم که در این راه بزرگی که همه ایرانی ها دست به دست هم قدم برداشتن و در راه آزادی ایران عزیزمون تلاش میکنن، ما هم به عنوان عضو کوچکی از این جامعه عظیم و پرشکوه خدماتی رو به شما ارائه بدیم. از طریق www.newmindsethypnosis.com شما میتونید 30 تا 40 دقیقه مشاوره رایگان رو درخواست بکنید و هیچ ابلیگیشنی نداره، به هیچ عنوان پولی پرداخت داده نمیشه، برای همه مجانی هست. بعد از اون برای افرادی که توان مالی آنچنانی ندارند 2 تا 3 جلسه رایگان به عنوان جلسه درمانی آنلاین بهشون اختصاص داده خواهد شد. برای افرادی که توان مالی بهتری دارن 25% تخفیف قائل شدیم. 5% از درآمد حاصل از تمام این پروژه‌ای که ما داریم به پناهگاه حیوانات و حامیان عزیز و مهربان و صادقی که سالیان سال هست باشون در ارتباط هستیم تعلق خواهد گرفت و اسامیشون در این پیج ثبت خواهد شد. همچنین و افرادی که در داخل ایران نیاز مالی دارن کمک خواهد شد. معذور بدارید که اسامیشون رو برای شما بگذاریم، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ حفظشون و شخصیتشون. در آخر فقط میخوام ازتون خواهشی بکنم. ما در این راه تنها نیستیم. بنابراین اگر نیاز دارید حتما با ما تماس بگیرید. در حد توانمون به شما کمک خواهیم کرد. تمام اطلاعات شما اینجا با عنوان حریم خصوصیتون حفظ خواهد شد. من فارسیشو میخوام بگم. breach of privacy تو این کشور جرم هست و your privacy is our utmost actually responsibility and interest. ببخشید من گاهی وقتا انگلیسی فارسی میگم، این دیگه عادی شده. متوجه هستید و میدونم و درک میکنید و ازتون ممنونم. من در لینکدین، فیسبوک، اینستا، یوتیوب و وبسایت خودم هستم. اگر چیز رو جا انداختم میتونید به یکی از اینها مراجعه کنید و میتونید بقیه رو پیدا بکنید. امیدوارم بتونیم قدم کوچکی برداریم در کنار شما و در فردای آزادی ایران در میدان شهیاد با گرامی داشتن خاطرات و نام عزیزان و جان فدایان فرزندان میهنمون آزادی ایران رو جشن بگیریم. جاوید شاه، پاینده ایران.